اما وقتی آمد بچه را در آب بشوره و دوباره عکس خودش را دید و خواست بچه را به آب بده، دختر شاه پریان سرش را از توی درخت بیرون آورد و گفت این منم که عکسم توی آب افتاده، نه تو کنیز. قربان صدقه دختر زیبا رفت و فهمید که قرار است زن یک آدم ثروتمند بشه. گفت میذاری من بیام بالای درخت؟ رفت بالا، اما سر دختر را برید و انداخت در جوی آب. چون آن دختر از پریان بود، ظاهراً نمرد بلکه به داخل درخت رفت. کنیز لباسهای خود را بیرون آورد و آنجا نشست. آن مرد جوان با اسب و لباس و اقوام خود آمد و کنیز را دید و تعجب کرد. گفت چرا دسته و پاهایت بزرگ شده؟ کنیز گفت از بس بالای درخت رفتی بالا و آمدی پایین. گفت چرا زبانت شل شده؟ کنیز گفت از بس گفتی آخا بیا، آخا بیا. گفت چرا موهایت سفید شده؟ کنیز گفت از بس پرنده ها روی سرم فضله انداختند. مرد جوان به ناچار کنیز را برد و بعدها از او بچه دار شد، اما هر روز به زیره درخت می رفت و آنجا می خوابید. کنیز فهمید و گفت آن درخت را ببرند و برای بچه گهواره درست کنند. وقتی گهواره درست شد و بچه را داخل آن گذاشتند، گهواره به هم آمد و بچه خفه شد. دختر پریان به داخل چوبه باقی مانده از درخت رفت. زن رختشوری همسایه آنها بود. گفت این تکه چوب را به من بدهید. روزها که زن در خانه نبود، دختر زیبا از تکه چوب در میمی و کارهای خانه را انجام میداد. یک روز زن رختشور فهمید و دختر را دید. به او گفت دختر من باش، من دختری ندارم. مرد جوان که همسایه آنها بود روزی مریض شد. زن رختشور آشی درست کرد که برایش ببرد. دختر پریان انگشتر خود را داخل آن انداخت. وقتی مرد جواناش را خورد، آن انگشتر را دید و به سراغش رفت و با او ازدواج کرد و کنیز را از خانه بیرون کرد.